بانک ملی ایران، همون بانک آینده قدیم که حالا تبدیل شده بانک ملی ایران. دیشب این اسم رو عوض کردن، داربست و اینا آوردن با زرسخیل و اسم این بانک رو تغییر دادن. الان هم دارن کار میکنن اینجا. حالا بگذاریم بریم سر داستان اصلی. به نام خدا. بله، دیدیم که بانک آینده هم با این همه کشمکشی از چند سال پیش تا به حال داشت بالاخره منحل شد به دلیل ناترازی که میگن ناترازی داشته. حالا ناترازی چی هستش؟ ناترازی یعنی شما سقف درآمدهاتون رو نسبت به هزینه هاتون، این یعنی تراز صفر. ما 100 میلیون تومان بر فرض مثال درآمد داریم، از این ورم 100 میلیون تومان خرج میکنیم. این ترازه. این یعنی که ما نه پولی به دست میاریم نه پولی از دست میگیم. یه کسب و کاری داریم که خودش داره خودشو میچرخونه، سودی هم برای ما نداره. این تراز مثبته، یعنی ما 300 میلیون تومان پول در میاریم، 100 میلیون تومان خرج میکنیم، 200 میلیون تومان برامون میمونه دیگه. این تراز مثبته. برعکسش هم هست، این تراز منفیه. هزینه های ما 100 میلیونه، درآمدهای ما چقدره؟ هیچی که نیست. هیچی، یعنی درآمد نداریم، هیچی داریم، کلی هم هزینه میکنیم. یعنی حداقل ما داریم برای نگهداری این کسب و کار 100 میلیون تومان از جیبمون هزینه میکنیم. این میشه ناترازی، منفی. نه ناترازی داریم مثبت، اون خوبه. ما مسئولین میگن ناترازی توی گاز هم داریم، یعنی که ما اون قدری که گاز تأمین میکنیم بیشترش داریم خرج میکنیم. پس مجبوریم بعضی جاها رو خاموشی بدیم، بعضی جاها رو گازشون رو قطع بکنیم که این ناترازی جبران بشه. مثلا از زمستون بگذاریم، این تابستون هم که شما دیدید ناترازی برق، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن همه برق رو قطع و بس بکنیم، سهمیه‌ای بکنیم، این برق اینجا رو شیفتی قطع بکنیم، وصل بکنیم که این ناترازی اون کمبود ما خرد بشه بین مثلا ایران کشورمون و دیده نشه. بعد این هم همین جوره، این ناترازی داشته از روز اول. چرا این ناترازی داشته؟ این دیگه به دو دلیله. بانک پول در میاره، بالاخره سیستمی داره، سرمایه گذارهایی دارن، مردم عادی میان پولشون رو میذارن، کلی پول در میاره. پس این چرا این اتفاق براش افتاده؟ این بانک اگر اشتباه نکنم سال 99 هم دچار همین موضوع شد. توی شبکه‌های مجازی این ور اون ور پخش شد که آقا این میخواد ورشکست بشه و اعلام ورشکستگی بکنه. همه صف کشیدن جلو همین بانک، همین شعبه که الان اینجوری شده و خواستن که پولشون رو بردارن. اونجا دولت اومد گفت که آقا من تضمین میدم، این اصلا نمیخواد ورشکست بشه، اینا همه شایعه است و همه ترفندهای مجازی است که مثلا آبروی این بانک رو ببرن و این صحبت ها. و بالاخره این اتفاق افتاد. یعنی چیزی که سال 97 بوده پس یه چیز واقعی بوده. 98 بود اگر اشتباه نکنم، 98 یکی از همین 2 سال بود. پس چیزی که اون زمان بوده شایعه نبوده، واقعی بوده. این بانک میخواسته ورشکست بشه، اعلام ورشکستگی بکنه. حالا چرا نذاشتن؟ حالا به این دلیل میرسیم، چون که ورشکست شدن یک بانک بالاخره سرمایه گذارهای زیادی داره، مردم عادی پول اینجا گذاشتن و میان طلب پولشون میکنن. بانکی هم که نیست، اعلام ورشکستگی کرده، بسته. توی بقیه آبر بانک‌های بقیه بانک‌ها هم بری کارت این بانکو بزنی دیگه اونجا حتی کارتو نمیشناسه، این کارت این بانکو، یعنی اون کدشو میبندن یا هر چیزی دیگه، شما نمیتونی پول برداری. کاملا دستت به جای بند نیست، کلی هم پول. این بالاخره تا بخواد حساب کتاب بشه، پولش به حساب مردم ریخته بشه، کلی نارضایتی ایجاد میشه. دولت اومد گفت آقا نمیخواد تو اعلام ورشکستگی بکنه، این پول من به شما میدم، جبران میکنم برای شما. و اومد یه پول زیادی تزریق کرد به این بانک که این بانک چیکار کنه؟ اعلام ورشکستگی نکنه. این ایراد نداره اصلا. شرکت هیوندای یه زمانی میخواست ورشکسته بشه، دولت خودش اومد بهش کلی وام داد،
خب چرا اعلام، تو شرکت خودروسازی منی، مطرحی، تو چرا باید اعلام ورشکستگی بکنی؟ بیا این پولو بگیر و مشکلتو برو حل بکن، مشکلت هرچی هست برو حل بکن و حالا به صورت وام هستش اینو پس بده. توی زمان دولت آقای احمدی نژاد ما زیاد داشتیم از این دست. توی جهانیش، نه تو ایران، توی جهانی ما یه رکود اقتصادی خیلی بدی داشتیم. بانک ها، بیمه ها ورشکست شدن، بانک ها ورشکست شدن، کلی از اقتصادهای خرد ورشکسته شدن. حتی اقتصادهای مثل مایکروسافت، اقتصادهایی که خیلی ریشه دارن، خیلی بنیه دارن، اینها حتی دچار ضرر و زیانهای فراوانی شدن که حتی کارکنان خودشون رو اخراج کردن، یعنی مجبور به این کار شدن. کلی از خانواده ها خونهشون رو از دست دادن، زندگیشون رو از دست دادن، طرف زن و بچه‌ش رو از دست داد، خانمش ولش شهر رفت به دلیل مسائل پول نبود. یه اتفاق اینجوری افتاد و دولت اومد چیکار کرد؟ اومد دولت ها، این یه چیز سراسری بود، یعنی از شرق بگیر تا غرب، از آمریکا بگیر تا آسیای شرقی، چین و کره و اینها، همه رو گرفت. هر چی کشور اتفاقا اقتصادش بهتر بود، صنعتش بهتر بود، درگیرتر شد، ضرر و زیان بیشتری دید. دولت اومد چیکار کرد؟ اومد دید این ماجرا 10 سال طول کشید، اومد به بانک ها وام داد که مردم که بتونن به مردم وام بدن و مردم بتونن یک کسب و کاری را بندازن و راه بیفته و راه افتاد هم. خب یعنی این کارو کردن برای بانکی که افتاده تو ضرر بد نیست، ولی دلیل عیب شناسی هم باید بشه. اینجوری نباشه فقط پولو بدیم بگیم خب برو به سلامت و آخرش هم باز دوباره بشه همون اتفاق چند سال پیش با اون مقدار ضرر بیشتر، یعنی اون مقداری که اون زمان بوده به علاوه شما این 6-7 سال دیگه هم بکن. زیان انباشته که خودشون میگن یا ناترازی که میگن اینه. خب عیب نداره، کمک کردی، این بانک بر راه بیفته، بانک خوبیه، بانک بر راه بیفته، باید کار بکنه، نه باید ورشکست بشه که. ولی باید بیای ببینید چرا این اتفاق افتاده. اینو که نمیتونی رها بکنی به حال خودش. شما بیا یه پولی تزریق بکنی از پول بیت المال به این بانک و این بانک دوباره اون پول دوباره خراب بکنه، نه، این کار درست نیست و نتیجهش هم شده این. اینها باید می اومدن عیب رو پیدا می کردند، منبع عیب رو پیدا می کردند و اون عیب رو از بین می بردند. چیکار کردن؟ اومدن پول تزریق شما ادامه بده، ولی منبع عیب سر جاش بود، مشکلی سر جاش بود، داشت به قوت خودش ادامه میداد و اون زیان انباشته رو هی بیشتر میکرده، هی بیشتر میکرده. بعد موضوع دیگه، یه مثال من میزنم. یک کامیونی داریم، این کامیون مال یه شرکتیه یا دولتی، با بارش 100 میلیارد تومان میارزه. اینو میدن دست یه راننده، میگن آقا طبق گفته ای ما تو برو اونجا، بعد از اینجا برو اونجا، تو کشور مثلا بچرخ، طبق یه پلنی، یک نقشه ای، از اینجا برو اونجا اون کار انجام بده، یکم بار تو بذار زمین، بعد بار دوباره اونجا بزن اونجا، اینجوریه. با بارش این کامیون 100 میلیارد تومان میارزه. راننده میره، بعد از مدتی تصادف میکنه، 10 میلیارد تومان هزینه برمیداره، هم بار هم خود کامیون. میگیم به کسی نخورده، به کوهی خورده. ولی این کامیون باید تعمیر بشه، دوباره به جاده برگرده، ولی باید حساب کتاب بشه یا نه؟ باید ببینیم چرا این کامیون تصادف کرده، باید ببینیم سرمایه مردم، دارایی مردم چرا توی خطر افتاده. خب میریم میسنجیم، بله و اصل کار اینه، کاری که باید انجام بشه اینه، بریم بسنجیم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. میریم میسنجیم ببینیم بله این کامیون ترمزش نگرفته سر اون پیچ. راننده هم گفته آقا من لحظه تصادف متوجه شدم ترمز نگرفت. بعد
بررسی که میکنیم میبینی درست گفته. ترمز رو چیکار میکنیم؟ کامیون رو تعمیر میکنیم، سیستم ترمز رو تعمیر میکنیم، تعویض میکنیم و دوباره کامیون برمیگرده به زاده و به کارش ادامه میده. آقا فرمون کار نکرد، فرمون دادم، فرمون نپیچید، پیچید و من نپیچیدم، رفتم بیرون از زاده، خوردم به این دیوار، به این کوه، به این درخت، این هزینه اینا تراشیده شد. ما فرض رو بر این میگیریم که راننده در هر تصادف هیچ اتفاقی جسمی براش نمیافته. مثلا رئیس این بانک، چه بانک باشه چه نباشه، اون ماهی 100 میلیونش رو گرفته و رفته. بانک ورشکستن بشه، این آقا 100 میلیونش رو گرفته در ما و رفته، بیشی هم پاسخگو نیست. فرض رو بر این بگیریم که راننده همیشه صحیح و سالمه. بعد چه اتفاقی میافته؟ این ماشین میگیم فرمونش گفتم ایراد، این فرمون چند میریم تعمیر میکنیم، درست میکنیم، باز برمیگرده به ذاته. یا بررسی میکنیم میبینیم آقای راننده پشت ماشین خوابش برده، خورده به کوه. آقا راننده از کهولت سن توانایی اداره این ماشین رو نداره، حواسش پرت میشه، حواسش جمع نیست، یا چرت میزنه پشت فرمون. پس این آقا نمیتونه راننده باشه و تقصیر گردن راننده است. راننده باید هزینه‌هایی بابت تعمیر و اینا بده، باید بازخواست بشه، باید بیاد توضیح بده چرا این، شاید اصلا از عمد زده باشه به کوه، باید بیاد کلی هزینه بده، کلی پول بده، کلی بیفته اصلا زندان، مراجع قضایی، بینم چرا این کارو کرده با این هزینه‌ای که برای این شرکت تراشیده. خب این انجام نشده برای مثلا، بعد این دوباره برمیگرده به زاده با همون راننده. این راننده مثلا اینقدر قدرتمنده، پشتش پره آدمایی رو میشناسه که از اونجا بیرونش نمیکنن یا بازخواستش نمیکنن، بیرونش میکنن بازخواستش نمیکنن، از رانندگی درش میارن ولی بازخواستش نمیکنن، میره یه جایی بهتری باز دوباره راننده میشین آقا، ولی که راننده مجربی نیست. بگذاریم گفتیم شاید به عمد این کارو کرده باشه، اونم سر جای خودش، دوباره برمیگرده به زاده و چند سال بعد، الان 6 سال گذشته، 7 سال گذشته و این چند سال بعد یه تصادف مهلکتری میکنه، چندین خودروی دیگر رو زیر میگیره، چندین نفر رو میکشه، همین خودرو رو با چه 100 میلیارد تومان هم پولشه رو داغون میکنه، متصالح میکنه، میندازه سد آشغال. اینی که این مشکل پیش اومده از اینجاست، ما عیب شناسی نکردیم، عیب حذفش نکردیم. اگر این کارو میکردیم اینجا یه اتفاق برای بانک نمیافتاد. این بانک محکوم به ورشکستگی و نابودیه، باید این اتفاق براش بیفته، باید، این تخفیف نداره، باید این اتفاق براش بیفته. چرا؟ چون داره مسیرش اشتباه میره. این مسیر یا باید اصلاح بشه، به مسیر خودش برگرده، یا باید متوقف بشه. تو حرکت نکن، بهتری که کلا تو وایسی. چرا حرکت بکنی وقتی که اینقدر زیان میاری؟ یه روز لاستیکت خرابه، لاستیک نو برات میخریم، فرداش میگی آقا لنت باید 6 ماه دووم بیاره، با این رانندگی تو سر 2 ماه خرابش میکنی، روغن رو خراب میکنی، نمیدونم موتور همیشه خرابه، جلوبندی ماشین خراب. چرا حرکت بکنید؟ وایسا، بانک وایسا، تمومش کن. سال 98 بعد تموم میشد، بعد این بانک تموم میشد، پروندهش بسته میشد و مهمتر از همه کارمندا باید اخراج میشدن. ببینید موضوعی که هست، من این مسئولین یه سری صحبت کردن در مورد این موضوع. ببینید وزیر اقتصاد سابق گفته که از روزی که من نامه انحلال بانک آینده را به رئیس بانک مرکزی نوشتم تا امروز 380,000 میلیارد تومان به زیان این بانک افزوده شده. خب حالا چی گفته؟ این گفته این نامه رو تو تیر 1402 به آقای احسان خاندوزی هم گفته، اون موقع وزیر اقتصاد بوده، گفته من نامه فرستادم که این بانک منحل بشه. 1402 منحل نشده و از اون زمان 380,000 میلیارد تومان به زیان این بانک اضافه شده. این داستان اون راننده است که گفتم.
راننده ای که نمیتونه ولی بازم هنوزم رانندگی میکنه. خب این صحبت آقای خاندوزی بوده که گفته من به وزیر بخت اقتصاد که فرزین بوده نامه زدم. هشدار روزنامه اصلاح طلب، مراقب سنگلاخ ادغام آینده در ملی باشید. این هرچی اینو نوشته مثلا قشنگ اقتصاد یه چیزی میدونسته. خب منظور این پیام چیه؟ این روزنامه چی بود؟ روزنامه اصلاح طلب بود. الا کدوم روزنامه است من نمیتونم. خب یه روزنامه بوده اصلاح طلب بوده، گفته آقا مواظب این موضوع باشه. خب حرفش درسته. این منظورش چیه؟ بر فرض مثال من این خودرو رو دارم، میخوام بفروشمش به یکی، 3 میلیون هم خلافی روش هست. خریدار میاد میپسنده، میگه من این خودرو رو میخوام. میبریم فردا تعویض پلاک، میگه آقا 3 میلیون تومان خلافی داری تو. خلافی که برای خودرو برای فروشنده است. فروشنده خلاف کرده، تخلف کرده، باید خودش هم پرداخت کنه. ما تو این بحث اقتصاد میخوام بیاریم تشریف. خب میگه آقا با توه. من میگم نه من نمیدم، ماشینم همین قیمتشه با خلافیش. میگه از قیمت کم کن، میگم نه این قیمتش. میگه از پرداختش کن، میگم بابا خلافیش، یه خاصی بده نخواستی معامله نمیکنیم. خب این وسط چه اتفاقی میفته؟ این خلافی باید پرداخت بشه. این خلافی باید توسط یه شخصی، نهادی، گروهی، صنعتی، جایی باید پرداخت بشه. اینجوری نیست که پرداخت نشه. اونجا برای ما تعویض پلاک انجام نمیدن به هیچ شرطی. خب بعد چیکار بکنیم؟ 3 تا گزینه داریم. یا من فروشنده باید پرداختش کنم به اسم بانک آینده، اسم من بانک آینده است. یا خریدار باید پرداختش کنه، بانک ملی. یا اون جایی که این خلافی واریز میشه به اون حساب باید ببخشه به ما. کی؟ دولت. یا من باید پول پرداخت کنم، یا بانک آینده، یا بانک ملی، یا هم دولت. خب بانک ملی که یکی میاد میگه آقا تو چی میخوای این خودرو رو بخری؟ این خودرو کلا 100 میلیون میارزه، 3 میلیون هم روش خلافیه، تو خریدیش 130 میلیون، 3 میلیون هم روش خلافی میخوای بدی؟ مرد حسابی عقلت کجا افتاد؟ میگه من مجبورم، باید بخرم. یکی اصله گذاشته پس گردنم، من باید بخرم. یکی مجبورم کرده، من باید بخرم. یا اینکه دولت به من قول داده که این ناترازی رو یا این خلافی رو برای من پرداخت کنه. من که پرداختش نمیکنم. دولت به من قول داده که اینو پرداخت کنه. خب دولت از کجا میاره پرداخت میکنه؟ شما فردا زنگ میزنی اداره آب، لوله جلو خونتون ترکیده، زنگ میزنی اداره آب آقا بیا اینو چیز بکنید، این لوله رو بیاین تعمیر بکنید. این 2 ماه 3 ماه طول میکشه، هیچکی نمیاد. این یه موضوع بعد شما مثلا میبینید میرید مثلا شهرداری میخواین یه سند بگیرین، همیشه میشه 100 میلیون تومان، الان شده 120 میلیون تومان. خیلی راحت. میبینید مثلا یه سال توی خیابون اصلی درست شده، آسفالت بی کیفیت بوده کنده شده، بعد شما هرچی اعتراض میکنی به جایی نمیرسی، هیچکی همون ساله رو درست نمیکنه. این از اینجا جبران میشه. یا مثلا میری بیمارستان میبینی امکانات به اندازه کافی نیست، میبینی مثلا میری دانشگاه دولتی میبینی غذاش بی کیفیته، جلو حیوان بذاری نمیخوره. تجربه خودم رو میگم ولی ما میخوردیم. میری میبینی عرضم به حضور شما توی ادارات خدمات خیلی ضعیفه. به همین سادگی این پول جمع میشه، پرداخت میشه. مثال الان امروز 2 آبانه، خب قرار بنزین گرون بشه، یارانه 1.5 میلیون هم هست شده. یارانه که حق هم هست، یعنی کسی که 100 تا کارخونه هم داره مایی فلان میلیارد تومان درآمدشه، باید یارانه 45,000 تومانی مثلا اون زمان میدادن، هنوزم کماکان به قیمت روز چیزی بوده بدن. خب این حقشه، ولی خب قطع میکنن. خیلی ها رو قطع کردن.
خیلی جریان‌های دیگه مادی اقتصادی توی مملکت ایجاد میشه. مثل کارمزد بانک‌ها زیاد میشه، انتقالی بدی ارزان موجودی بگیرونی زیاد شد. این پول از اینجا تامین میشه به گردن ما میفته. معلم میبینید درس میده از حقوقش ناراضیه، دانشجو از روش تدریس و استاد از اداره کردن دانشگاه ناراضیه، نمیدونم اون یکی کارمند از حقوقش میگیره ناراضیه. این پول خب باید جمع بشه، پرداخت بشه. 380,000 میلیارد تومان فقط از سال 1402 اضافه شده، مبلغ زیادیه. خب این پولا اینجا تأمین میشه و داده میشه. بحث پول، خود پول به یک طرف ماجراست، بحث‌های دیگه هم داره، بحث همش مادی نیست، اقتصادی نیست. درسته در آخر فقط به اقتصاد ضربه میزنه، ولی بحث‌های دیگه هم هست. این بانک آینده که الان شده بانک ملی، چرا بانک آینده این اتفاق براش افتاده؟ دو تا دلیل بیشتر نداره. یا سوء مدیریت بوده یا فساد مالی بین کارکنان. ببین یه مسئولی سالا سوء مدیریت چیه، فساد مالی بین کار، اون مدیر نبوده، آدم لایقی نبوده، از یه رانتی از یه جایی بالاخره اومده شده مدیر. اینه. کارمندان فقط مدیر نیست که تصمیم گیرنده است، کارمندان هم میتونن تز بدن، یه نظری بدن، بگن آقا بیا ما این طرح رو بیاریم، خیلی سرمایه گذارهای زیادی جذب کنیم به بانکمون. ولی خب کارمندان نظر ندادن، نظر خوب یا ندادن. چرا؟ چون سوادشو ندارن. به این میگن سوء مدیریت. کارمندان ضعیف بودند، کارمندان کار مردم قشنگ راه ننداختن، مردم ناراضی بودن، کم کم اونجا نرفتن. من خودم با دوستم رفتم تو همین بانک، یه شعبه بیشتر اینجا نداره تو شهر ما، رفتم تو همین بانک، رفتاری دیدم یعنی افراد دیگه با هم داشتن، یه کارمندی با یک ارباب رجوعی داشت، من دیگه هیچ وقت توی این بانک نرفتم. شاید دلیلش اینه، شاید سوء مدیریت بوده، شاید اصلا اختلاس یا از این کارا نبوده، ولی اونم بوده. چرا؟ چون که یک مسئول دیگه ای گفته، من الان نتونستم اون پیامشو پیدا بکنم توی این گروه، توی این کانال خبری، گفته بود که 90% وام هایی که بانک آینده داده به کارمندای خودش داده. ببینید، من برم پول بذارم تو بانک آینده، این آقا بره پول بذاره، شما بری پول بذاری، اون آقا بره پول بذاره، بعد این پولا جمع بشه اونا به خودشون وام بدن. وام 23% که نمیدن به خودشون، وام 4% نهایتش بدن. این میشه ورشکستگی. پس فسادم بوده قطعا. خب آیا این بینزا ختم میشه؟ نه خیر. مسئله این پولایی که تا الان خراب شده الان دیگه رفته زیر مجموعه بانک ملت، بانک ملی. خب از این به بعد چی میشه؟ اون گوزه های خراب توی یک گوزه، یه دونه گوزه خراب توی یک سبد که باعث شده همه سبد فاسد بشه، حالا رفته توی یه سبدای سالمی هم قرار گرفته. چی یعنی؟ کارمندای این بانکی که عرضه نداشتن، با این همه سرمایه، با این همه پول، با این همه پشتوانه، این همه ناترازی که داشتن و بانک دوباره بهشون قرض داده، بانک مرکزی، دولت بهشون قرض داده، نتونستن خودشون رو جمع کنن، حالا شدن کارمند یه بانکی که تونسته خودش رو جمع کنه. این میدونید یعنی چی؟ یعنی فساد، یعنی شیوع یه بیماری یه جای قرنطینه شده و سالمی. این کارمندان باید اخراج بشن. کارمندان اگه میتونستن کار بکنن، اقتصاد رو راه بندازن، که این الان وضعیت این بانک نبود. الان اومدن دوباره توی بانک ملی و اینجا میخوان اون اتفاقی که رقم زدن برای بانک آینده الان میخوان برای بانک ملی رقم بزنن. به همین سادگی. مشکل اینجاست، بانک ملی به اندازه کافی تو این شهر شعبه داره، نیازی به یه شعبه دیگه هم نداره. این هم یه موضوع. این شعبه باید کلاً جمع بشه. این مکان هم
اگر دیگه میرسه به بانک ملی این مکان بزرگه، میشه قشنگ چند دهنه مغازه از توش در پاساژ بزرگ خوبی از توش در آورد. اینو بدن به مردم عادی اجاره. 200 میلیون تومان حداقل این پاساژ اگه بشه، مغازه اگه بشه، چیز اینجوری در ماه درآمد داره. ولی با خدا 200 میلیون تومان بانک بشه درآمد نداره برای بانک ملی در ماه. یعنی حقوق کارمنداشو بده، 200 میلیون تومان هم بده. ببینید ما با حساب کتاب میگیم دیگه. اگر این بانک 10 تا کارمند داشته باشه، هر کدوم 50 میلیون حقوق بگیرن که حداقل کاره، نمیگیم فساد کنن، نمیگیم وام برای خودشون بردارن ضرر بزنن، نمیگیم بالاخره اختلاسی بشه، اتفاقی بیفته، هر آن چیزی 50 تومن در ماه فقط پول بگیرن هر کدوم. حداقل دیگه برای کارمند بانک 50 میلیون تومن. مالیات داره اینجا، عوارض داره، قبض آب و گاز و برق داره، اون کاغذهایی که مصرف میکنند، اینا رو همه رو ما حساب بکنیم میکنه 10 میلیون تومن برای هر کارمند. میگیم 5 میلیون تومن آقا، 55 میلیون تومن به ازای هر 10 تا کارمند میکنه 550 میلیون تومن. 550 میلیون تومن یعنی این بانک حداقل باید 550 میلیون تومن درآمد کنه که چی بشه؟ تراز بشه این شعبه، که تراز بشه، اون تراز مالی ایجاد بشه. اگر 600 میلیون پول در آورد، خب 50 میلیون تومن سود کرده. 50 میلیون تومن درست از نظر اقتصادی توجیه نداره، ولی اون میگه 50 میلیون تومن سود کرده. این مکان اگه بده اجاره، بانک ملی بدش اجاره به اصناف و دیگه نمیدونم بوتیک و لباس و اینا بیارن، حداقل 200 میلیون تومن میتونه درآمد بکنه از این. این شهر هم شهر یاسوزه. از نظر ارزونی کرایه ها توی کل کشور شهر یاسوز رتبه 3 رو داره. هم از نظر زمینی، یعنی زمینش ارزونه، یعنی اول سیستان و بلوچستان ارزون ترین زمینه و کرایه و اینا رو داره تو کشور. بعد ایلام از پایین بیایم، رتبه آخر سیستان و بلوچستان، بعد ایلام، بعد استان کوهگیلویه و بیرحمد. تو همین ارزونی این شعبه رو بده 200 میلیون تومن درآمد میکنه. ولی الان باید 550 میلیون تومن هم بده بابت کارمنداش که عمرن اگه درآمد داشته باشه. شما برید تو بقیه شعبه‌های بانک ملی، یعنی ما از اینجا یه دونه کوچه بری پایین‌تر بری بالا، شعبه آریو برزنه اینه بانک ملیه. اون ورم که شعبه داره، این ورم که بلازار و بنسنجون اینا شعبه داره، اون ورم شعبه داره. نیازی به شعبه بیشتر نیست. این ضرره. مای 550 میلیون تومن به ازای این شعبه ضرره. اگر ما بگیم 30 تا استان داریم، 32 تا استان داریم، هر استان بگیم 3 تا شعبه دارن، نمیگیم بیشتر. تو این شهر یاسوج که مرکز استانه یه دونه شعبه داشت آینده، ولی تو تهران که یکی نداره، 3 تا هم نداره، خیلی بیشتر داره. توی خراسان رضوی مثلا 3 تا شعبه داره کلا. خراسان رضوی چندین شهرستان داره، همینجا چندین شهرستان داره. یاسوج استان کوهگیلویه و بیرحمد به این کوچیکی 4 تا شهرستان داره. بگیم تو 3 تاش داره. اصفهان چند تا شهرستان داره، تو هر کدومش یکی باشه، یک بانک آینده باشه، 11 تا میشه تقریبا. خب ما میگیم 3 تا اصلا میکنه 96 تا. اینو ضرب داره 550 میلیون تومن بکنیم میشه 52 میلیارد و 800. به ازای هر ماه 52 میلیارد و 800 میلیون تومن بانک آینده ضرر به بانک ملی میزنه. خب چطور ناترازی وارد نمیشه به بانک ملی؟ مسئولی که گفته من قول میدم یه اتفاق نیفته. چطور ناترازی وارد بانک ملی نمیشه؟ در مورد این ناترازی که وارد بانک ملی نمیشه یه صحبت دیگه به در مورد یه بانک دیگه هم هست، بانک سپه. بعدن اینو میگم توی یک
وایس یه کلیپ دیگه که بانک سپه و بانک مثل کوثر و قوامین و اینا با هم ادغام شدن آقا یه بانک کوثر، بانک سپه. من این هم توضیح میدم که این ادغام چطور شده که بانک سپه رو داره ناترازی براش درست میکنه. الان بانک سپه ببینید مسئول کشور باز این حرف زده، اعلام رسمی پایان بانک، اسامی 5 بانک ناتراز اعلام شد. خب بانک های سرمایه دی، سپه، ایران زمین و مؤسسه ملل هم ناترازند. خب در مورد این حالا بعدا توضیح میدیم. این بانک باید ضم بشه چون نیاز ما به یه شعبه دیگه نداریم. بانک نیاز نداره که یه شعبه دیگه بزنه. کارمندان این بانک باید اخراج بشن، باید برن. چرا باید برن؟ 2 تا خنجر یا 2 تا دشنه به سینه ماست. نه من میگم افراد تحصیل کرده، افراد با ضریب و هوشی بالا که دارن ول میچرخن. 1 شخصی که سواد کافی نداشته، علم کافی نداشته، ذکاوت کافی نداشته، اومده شده مسئول، اومده شده تو این بانک شده کارمند و به این بانک رو به اینجا کشونده. من که اصلا تو این بانک هیچ حسابی نداشتم، اما حالا باید بابتش ضرر بدم، زیان بدم. خب چطور؟ این بانک ورشکسته شده. گفتم که یه خنجرینه چون آدمای بی سواد اونجا اومدن کارمند شدن و حقوق گرفتن، بخی هم که دارن ول میچردن. موضوع دوم، اون ناترازیه که ایجاد شده. ناترازیه که ایجاد شده باید از کجا بره؟ باید پول نفت بره، باید از جیب من بره. بنزین میخواد جیرون بشه لیتری 5000 تومان. دیگه آقای مسعود پزشکیان خلاف اون همه وعدهایی که تو انتخابات دادن که ما این کارو نمی کنیم و ما فلان و ما این همه با اعتماد به نفس و اینا نشسته بود صحبت کردن، به سخره میگرفت همه رو. حالا اومده میگه آقا ما چه کار کنیم؟ همینه. آقای پزشکیان قول داده که بنزین گرون بشه و این قول رو هم داده که به اقشار ضعیف جامعه آسیبی نرسه. من توی یه صحبت دیگه میگم که توی گرونی بنزین اقشار ضعیف جامعه ضرر میکنن یا اقشار دارای جامعه. اونجا این هم توضیح میدیم. حالا این بانک آینده است. سرگذشتش شده این به خاطر این که یه نفر دوست داشته برای دوستش یه کاری بکنه و دوستشو بذاره یه جای مدیر باشه. اون مدیر الان رفته، کسی بهش میگه 2 تا از اون حقوقایی که گرفتی 2 ماشو بیار بریز به حساب تا این ناترازی 2 تا مثلا میگم 100 میلیون تومان کم بشه. میکنه این کار رو. اصلا کسی ازش میخواد؟ کسی میپرسه؟ نمیشه. هیچکی نمیخواد ازش این کارو بکنه. خودش هم نمیده این پول. 1000 تا از این وایسا و کلیپا و اینا میگیره پخش میکنه که آقا این چه حرفیه، من وظیفه‌مو درست انجام دادم. الان مشخص شد بانک آینده هم فساد داره، هم بیسوادی توش هست، هم بگم بی برنامگی و همه چیز داشته. ضررش رو چی کرده؟ 80 میلیون نفر ایرانی، 85 میلیون. به خاطر اینکه ما عیب شناسی نکردیم از روز اول. وقتی که صداش در اومد این بانک داره اینجوری جریانش، ما عیب شناسی نکردیم. اگه این کارو میکردیم الان مجبور به این ماجرا. چرا این بانک باید ورشکست بشه؟ اون میوه های فاسد و اون فساد رو، اون عیب رو، اون کمکاری رو ما باید عیب شناسی میکردیم، پیدا میکردیم، با وقتی نمیذاشتیم بیشتر قاطی بشه، بقیه هم فاسد بکنه، جدا میکردیم تا به اینجا ختم نشه. الان شده بانک هم ورشکست شده. هنوزم من اونجا صدای داربست میشنوم، دارم داربست بار میزنن میبرن میارن. متشکرم، بسیار بسیار متشکرم.